به روز آخر خوش برگشتین. روزی که بچه‌ها هر کاری میکنن تا دهنمو سرویس کنن. بویا روز تولدمو یادته؟ بویا روز 1000 تایمو یادته؟ بابا من جشن گرفتم به قرآن. بویا کل این روزای سختو یادته؟ فینیشر هنوزان 11 ساعت 2 دقیقه و 42 ثانیه مون. بر وسایلام فقط یه مزد داریم. همین آخرای آبمونه دیگه. آب نره اینم آخرش. داستان اینه که پویا به پول خیلی داره خوش میگذره. الو خب از اینجای داستانم که باخبرید. باکسو بسن جوجو رو انداختیم به جون بچه‌ها. محمد از ترس رید به خودشو مثل میک در رفت. یا تو ولی من بیرونم. آفرین داشتم اصلا. عشق من تعصب تو میکشم. عشقا همه دیگه دیدم دوت زد. سگبی تا سر کوچه دنبالم. نقاشی‌ها رو بیشتر کرده بودم و به خاطر جوجو یه سگ اضافه کردم. بازم برگشتن، البته با صدای تمرین رونی کولمن. بیا صداش رو 50% بود عزیزم. شوخی داری می‌کنی؟ از اول میذارم صدا رو 100. چطوری؟ محمد بیرون بیام دهنت سرویس. محمد شلوار تو در بیارم. به زندگی نکبتبار پر از صدا ادامه دادم. از اونور یکی از کرا سر به فلک زده بود و از استبل فرار کرده بود و بچه‌ها رفتن که بگیرنش. آره این شماره که میگم بگیر. تو رو خدا برنگردین. من گفتم مستر بیس چی میده اینا میتره که تو گفتیدم. بابا آی فرق رفت داداش من از اولم میدونستم رفاقت با پویا درست نیست. یا ابوالفضل اگر ویدیو بتره که چی؟ این چی بود؟ داداش من میدونی چقدر رفتم این راه برگشتم. داداش عمرم رفته. یا ابوالفضل من خودم باشگاهدم بنام کرده بودم. بدنم ریخت. یا ابوالفضل محمد تو 2 سال پویا رو داری میشناسی. من 10 سال با این زندگی کردم. داداش بهت حق میدم. یه با هم دست دوستی بدیم. حالا داداش هستمت. داداش من میگم این لیاقت نداره. ما باید رفیق باشیم. داشتم چشامی مانند کنم. بعدی تویی. نه داداش برگرد، بعدی جفتتونی. نه بابا شلوار نیاوردم. نه تو رو بس نالون چیه؟ اب نداره چیه؟ باشه پویا انتقامتو گرفت. انتقام سخت پویا. مرسی حسن داداشم. این پرچم دار چرا خیس کردن که من سردم میشه. واقعا حالا اینجا سردتر شده. داداش من تو شلوارم که میخوای نشون بدم. بچه این رسته من دولم سر میخوام. حوله آوردی. حوله بر چی آوردی؟ پوما بکن ببینم. بگی اون بکن نداداش اوکی. اونلی فنز میخوایم بزنیم. Guys check out my OnlyFans account. یکم دیگه سرویس دیدم و سعی کردم بخوابم ولی به خاطر استرس و بی‌حوصلگی دیگه خوابم نمیبرد. بیا چیتی با سس چیلی. دوست دارم. تنده. آبم ندارم. خیلی هم تنده. آبم نداره. تشنه‌ام هست. این چیزی که واقعا برام پشم ریزونه اینه که تا حالا انقدر دلتنگ دستشویی نشده بودم. بخوابم. این لاشی حتی از راه دورم داشتن زهرشون رو میریختن و تلفن ای جابجا میکردن. اصلا چیه؟ چی میگی پویا؟ چی میخوای؟ پویا جان این پدرام بود. یه لحظه گوشی ببین پویا بیا با محمد صحبت کن. راستشو بگو. چی میخوای؟ بابا بده گوشه بدم امیر. پویا اومدی؟ چی بگیریم پویا؟ همون نخور بابا. بده بینیم اینا رو اندامینی. حاجی پشما این همه ریدم شاشیدم. اینا دستشویی‌ها این همه خوردم. این الان وضعیت سر منه. سرم داره دیگه پوست میده. بیام چه خبره؟ بچه‌ها با هم شوخی خرکی میکردن ولی جدی همه چی ترسناک شدش و ریدن تو خودشون و فرار کردن. ببین
رسما آگه کرد. داخل استاف فقط حسن و مهدی بود. امیر وقتی به سمتشون سنگ پرتاب کرد یهو از همه جا بارون سنگ بارید و همه سگا شروع کردن به پارس کردن. 69 زدم. باش ایشالله که متینان دیگه. داداش نزن. میخوره تو سرمون آقا. سنگ زدم ایرانت محمد گفت نزن. یه بار دیگه سنگ زدم. بعد این کل منطقه شروع کرد به پارس کردن. بعد اینجوری سنگ اومد. ببین اینا اومد دیگه. داداش من از زیر در نشونت میدم. بیا اینجا. این سنگ نرماله. این این وقتی میاد داداش این بخوره تو سرمون چی؟ بابا میخوره تو سرمون آقا. و از همه اینا بدتر یهو جوجو باز میشه و فرار میکنه و این دوتا رسما ریده بودن به خودشون. داداش دوید رفت. بابا دوید رفت. داداش چی تو نیست؟ کجا میری؟ بیا بذار اینجا بابا بینم. البته میپره ازش نه؟ اون سالش چه دادی بود؟ فکر کردید ما کم علکیم؟ همین الان کنده هم میخوام این تو تیر رست اومده میره از همون وسط پرچون. یعنی مهدی توه؟ مهدی توه؟ مهدی داداش این چه گویی بود تو خوردی؟ یکی چرا خاموشه؟ چرا؟ چشم عقاب هم روشن کردم. ببینم چشم عقاب تو. چشم عقاب خاموشی چشم عقاب ببین یکی داره از این ور میزنه یکی داره این ور میزنه یکی الان برق و قطع و وصل چند نفرن؟ پدرام دیگه. پدرام سه تا اسم جنی که برای اینجا آزاده؟ آزاده؟ داداش بی خیال ببین جوجو اونو بخوره بود اون اونجا بود تمام بودن. پویا دو نفر تا حالا از اونجا اومدن بیرون. داداش کی سنگ مینداختم بیرون؟ داداش دو نفر اینجا بیرون. جدی با اینکه یه بخش شوخی بود ولی هنوز سنگا رو که پرت کرده رو نفهمیدیم. شوخی از مرحله ویدیو گذشته به شوخی غیر ویدیویی تبدیل شده الان. و در نهایت بچه‌ها شورت سفید بالا بردن و پرچم صلحشون رو نشون دادن. واه یزید تو. و این روز که اومدیم اینجا همه چی ساده فلان بسار. 4 روز قرار بمونیم و 4 روز و 4 ساعت 34 دقیقه فقط مونده تمام. اینم شد ساعت آخر بود و از همه ساعتایی که داخل بودم سخت در همه چی رو مخ بود. خستگی، بو، استرس، گشنگی و تشنگی و از همه بدتر این که میدونستی بالاخره یه ساعت دیگه آزادی و لحظه شماری میکنی و تمام نمیشه. فقط میخوام بیام بیرون. یه چی بگم؟ داداش ما کلید نداریم که. خب به اینجاش فکر نکرده بودیم پرت کردیم. بریم پیدا کنین چه میدونم سنگی چیزی برداریم بریم بشکنین بازش کنین. آهن مگه برق نمیزنه؟ آره اینا رو میگم همین دیروز با فرمون خالی. آره راست میگم من یا زیره یا بیرون. همه جا رو گشتم به جز زیر پینا که احتمال زیاد همونجا بود ولی پیدا کردنش مثل سوزن تو انبار کا بود. واسه همین برنامه عوض شده آتیش به راه انداختن و آماده شدن. 8 دقیقه و 45 ثانیه تا پایان چالش. کم مشکلاتی هم که داریم متاسفانه آماده ای. در این 4 روز ترس بر ما چیره نشو پایه بر ما در گلو اصلا. ما مثل پهلوانانی شیردل در این کوه راه خارج از شهر واقع پویا بودیم. شب بیگاریا کشیدیم عشق و حالا کردیم کنار حسن آقا. اما اصلا پای مالی سیاد بشه. آقا مهدی گل آقا پدرام کجا سالن دقیقا؟ ما با پدرام عزیز رفیق شدیم. سگ دروغ گفت ما پیش اما اصلا لخ خوابیدیم اما اصلا دست ما نزد. 24 اپریل 24 اپریل of 2023 Monday. درست گفتم کاملا درست گفتم. Do you add hanging our dear Mr. Brice. Special thanks to your team and your supporters. مستر ویکس مستر ویست نه یعنی خودت حرومزاده. ما تو این 4 روز دهنمون سرویس شد. واقعا ما 4 نفر هر روز یه روزشو در درون خودمون درد رو احساس کردیم. دست و پام واقعا اگه خواستی بازم درد بکشی 2 روز بیا زیر اسپا رو بزن اگر دوست داشتی. ولی واقعا دم تمام کسایی که پیشم بودن گرم چون واقعا دهن هممون سرویس شدش. بریم واسه لحظه‌های آخر. اون چجوریه؟ 1 دقیقه 16. داداش عالی عالی. اصلا خوشحالم بویا. 6 5 4 3
تموم صد برو داداش در حالا باید باکن بیا جان کاری نداری داداش بازش کن بچه‌ها دیگه هر چی بلدین دیگه یاد بریم تمام شد بریم چی باز کنه خدا حافظ آخرین بالاخره تمام شد کلیدم بریدن داخل دیدین اصلا تور بده داداش اون وسایل بردی بقیه‌اش کو تو رو نیده بودی؟ انقدر نه قشنگ شده؟ خیلی 100 ساعت رو تمام کرد 4 روز و 4 ساعت داشتی مبارک باشه تک تکتون گرم داشت سواری رایان به نمایندگی از داش حسن محمد رتو امیر امیکو پرچمدار جدی باید بندازی؟ نندازی تو صورتو میفته رید آره خلاص شد انامو نهیدی یا نه بسر حس آزادی دارم میتونم سرپا بایستم اونجا همشیم داداش چیکار میخواد ویدیو رو تمام کردیم ولی الان باید برم دستشویی هموم مستقیم عراق ساعت 1 شب 6 صبح باید عراق باشم یعنی بر من این 100 ساعت نیست 110 ساعته صبح ساعت 8 تا 12 کلاس دارم آقا دم همگی گرم مرسی از اینجا بعدش دیگه به انرژی شما خیلی خوشحالم از اینکه این ویدیو رو گرفتم با اینکه زمان خاصی نبرد فقط 8 ماه شد تا برسه دستتون البته خب به مشکلات زیادی خوردم ولی در کل امیدوارم دوستش داشته باشین محمد بعد تمام شدن ضبط در حال جابجایی وال بیهوش شدش و رفتم دوش گرفتم و حرکت به سمت دانشگاه داداش بیخیال فقط بوش کن بابا برو بابا انبازیات چیه دادا بابا بوش کن چیده ما این چوتی نیوموشالیم بابا پخلیده بابا پخ ویدیو 300 کی بخوره تو همینجا 3 نفره میشه بباره گوه نخور بابا ما به پنجان چه شیشه یه دونه دستم در I'm a bitch, fuck you up until you die with my trashy attitude.